سازمان بین المللی حامی حقوق انسان دیدبان حقوق بشر روز 12 ینور سال 2023 حسابات سالانه‌اش درباره وضع حقوق انسان در کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان در یک سال گذشته 2022 را نشر کرد. در قسمت بخشیده به وضع حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که در پس منظر سرکوب اعتراضهای آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از نیرو و کشادن پرونده های جنایتی بافته به ضد حامیان حقوق حمله به حقوق انسان را باز هم شدیدتر کردند. در گزارش گفته می شود که بهانه سرکوب‌ها در بدخشان اعتراضهای علیه تعقیبات نمایندگان اقلیت قومی پامیری‌ها از جانب مقامات مرکزی و ولایتی شد. ژورنالیستان و بلاگرها در بیرون از بدخشان نیز برای انعکاس این حوادث و عملیات ضد تروریستی ماه مای و ایون در این ولایت مختار و همچنین برای در عموم تنقید حکومت تعقیب می‌کردند. دیدبان حقوق بشر بنویسد دعوتا از راهبران و اعضای عادی حزب‌های ممنوع اپوزیسیونی در تاجیکستان با اتهامات انگیزه‌های سیاسی در پس پنجره باقی می‌مانند. خشونت و زورآوری در عائله نسبت به زنان و دختران در تاجیکستان همچنان مسئله داغ باقی مانده است و هم در سال 2022 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان ضدخوردهای مسلحانه صورت گرفت که در جریان آن دعوتا از مردم ملوتی کشته و صد تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر می نویسد از ماه نوامبر سال 2021 تا ایون سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان دست کم 40 نفر از جانب نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضهای ساکنان محلی کشته شدند. این اعتراضها به ضد آن چیزی بود که پامیری‌ها همچون تعقیب و تبعیض خود از جانب مقامات تاجیکستان مانع کردند. مقامات تاجیکستان این اعتراضها را غیر قانونی نامیده گفتند که آنها را گروه‌های جنایی که با تروریست‌ها علاقه‌مندی دارند تشکیل کردند. در جریان عملیات به نام ضد تروریستی دست کم 46 نفر دستگیر شده به ضد 100 نفر با جرم اشتراک در اعتراضها پرونده گشودند و بسیاریش به دادگاه کشانده شدند. حامیان حقوق می نویسند اختلافات بین اهالی و مقامات قدرتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در پس منظر تعقیبات دوامدار اقلیت قومی و مذهبی پامیری‌ها از سال 2012 به این سو هر سر چند وقت از نو اوج میگیرد. ماه مای سال 2022 حامی حقوق و ژورنالیست زاده بدخشان الفت خانم محمدشاه و که نماینده اقلیت پامیری است با اتهام تشکیل اعتراضهای ماه مای دستگیر شد. ماه دکامبر محمدشاه و به 21 سال زندان محکوم شد. ماه مای همچنین دست کم 13 عضو کمیسیون 44 یک نهاد مستقل که سال 2021 برای تحقیق سبب‌های اعتراضهای ماه نوامبر تشکیل شده بود دستگیر کرده شدند. 7 نفر آنها را بعداً آزاد کردند. ولی ماه ایون 2 عضو کمیسیون 44 با جرم تشکیلات گروه جنایتی و دریافت کمک مالیوی از خارج هر کدام به 18 سال زندان محکوم شدند. فعالان اینترنتی شادروز احراروف که ماه مارت از روسیه گویا برای ویران کردن قانون مهاجرت اخراج شده بود ماه ایول در دوشنبه با جرم دعوت‌های افراطی در اینترنت به 6 سال زندان محکوم گردید. او هنگام در روسیه بودنش در ویدیو که در اینترنت میگذاشت از آن شکایت میکرد که مهاجران کاری تاجیک از جانب مقامات تاجیکستان پشتیبانی و حمایت نمیشوند. مقامات آزادی بیان را چه به صورت آنلاین و چه آفلاین یعنی بیرون از اینترنت به طور شدید محدود کرده به ضد ژورنالیستان، بلاگرها و فعالان برای تنقید و نشر معلومات مستقل پرونده‌های جنایتی می‌گشودند. هدف اساسی بازم ژورنالیستان و فعالان بودند که اعتراضهای بدخشان را پیگیری می‌کردند. از جمله ژورنالیستان مستقل خوشام گلیان و الفت خانم محمدشاه و دستگیر و بعداً به 8 و 21 سال زندان محکوم شدند. ماه ایون بلاگرها دلیر امومالی و عبدالله غربتی که با تنقیدهایشان از مقامات دولتی و با تحقیقات ژورنالیستیشان در مناطق تاجیکستان نام برآورده بودند به حبس گرفته شدند. آنها را به همکاری با سازمان‌های ممنوع ایبدار می‌کنند ولی سازمان‌های رسما ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 اصرار داشتند که این دو بلاگر به این سازمان‌های اپوزیسیونی یگان ارتباط نداشتند. رادیوی آزادی به دلیل محدودیت‌های جاری کرده وزارت خارجه برای دریافت حق اجازت فعالیت خبرنگارانش نمی‌تواند به طور کامل در تاجیکستان کار کند. ژورنالیستان شبکه مستقل از ده تیوی که در خارج فعالیت دارند از ادامه فشار مقامات امنیت بالای خویشاوندانش در تاجیکستان از جمله تهدید به جوابگری جنایتی کشاندن و محدود کردن حق سفر به خارج کشور خبر میدهند.